إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در ادامه مباحث ترجمه‌ای یا توضیحی ترجمه گونه از آیات قرآن کریم به سوره مبارکه نمل رسیدیم. سوره مبارکه نمل از جمله سوره های مکی قرآنه که محتوای اون همچون سوره های مکی در مورد مبدأ و معاده و مباحث علمی یا عملی و اخلاقی این سوره همچون سوره شعرا که در موردش با هم گفتگو کردیم پیرامون سرگذشت 5 تن از پیامبران اولوالعزم الهی است، به خصوص در دورانی که مسلمان ها در مکه بودند و تحت فشار مشرکان بودند، نیاز بیشتری به یادآوری مصیبت ها و سختی هایی که بر پیامبران گذشته داشتند و برای همین در آیات قرآن بسیار به ذکر ماجرا و اتفاقاتی که بر آنها گذشته اشاره شده است. از جمله مباحث مهمی که در این سوره مورد اشاره قرار گرفته ماجرای حضرت سلیمان، ملکه سبع، چگونگی ایمان آوردن او، سخن گفتن پرندگانی مثل هدهد و حشراتی مثل مورچه ها با حضرت سلیمان هست و به همین خاطر هم این سوره رو سوره نمل نامگذاری کردند. البته در برخی از روایات داریم که این سوره به نام سوره سلیمان هم نامیده شده. در این سوره از علم بی پایان پروردگار و نظارت او بر همه چیز در عالم هستی اشاره شده و حاکمیت او در میان بندگان سخن گفته شده است. این سوره با بشارت شروع میشه و با تهدید و انذار به پایان میرسه، بشارتی که قرآن برای مؤمنان آورده و تهدید به این که خداوند از اعمال ما بندگان غافل نیست. فضیلت و ثوابی برای قرائت این سوره در برخی از روایات هم ذکر شده و ثواب زیادی برای اون کسانی که این سوره رو تلاوت میکنن در برخی از روایات یادآوری شده است. خب این سوره با نام یاد خداوند متعال آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اولین آیه از آیات این سوره به حروف مقطعه اختصاص داده شده، تا سین. اولین آیه این سوره 2 حرف تا و سین هست که خب مفسران در رابطه با حروف مقطعه نکاتی رو ذکر کردن که البته هیچ کدوم به صورت قطعی و یقینی نیست. معمولا اینها الفاظی است برای جلب توجه و شاید رمز و رازی باشد میان رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و خداوند متعال. معمولا بعد از آیات مقطعه که در اول هر سوره ذکر میشه اشاره‌ای به عظمت و جایگاه قرآن و آیات قرآنی شده است. برای همین بعضی از مفسران این کلمات و یا این حروف مقطعه رو در واقع نشان دهنده عظمت قرآن میدونند که قرآن با همین حروف شکل گرفته، ولی این حروف یک عظمت و یک معجزه‌ای رو شکل دادن که بشر از آوردنش عاجز است و همچین امکانی برایش نیست. در ادامه بعد از طاسین میفرمایند تلک آیات القرآن و کتاب مبین، این آیات قرآن و کتاب مبین است. البته اینجا کلمه تلک به معنای آن و اشاره به دور است که نشون دهنده عظمت آیات قرآنه، که میخوان بفرمایند که آیات قرآن در واقع بسیار روشنگر است و این کتاب کتابی است روشنگر و بیانگر. در آیه دوم میفرمایند هدن و بشرا للمؤمنین. خب این آیات قرآن و کتاب مبین برای چه امری آمده است؟ چه رسالتی را بر عهده دارد؟ آمده است که مایه هدایت و وسیله بشارت برای مؤمنان باشد. هدن و بشرا للمؤمنین، مایه هدایت و
و وسیله بشارت اون هم برای مؤمنان. چرا که اون کسانی که ایمان ندارند این قرآن بر ظلم اونها و بر خسارت اونها می‌افزاید. مایه هدایت اون کسانی است که از قرآن طلب هدایت کنند، با این نگاه به سوی قرآن بروند. خب این مؤمنان چه کسانی هستند؟ در آیات مختلف سوره های قرآن به ویژگی مؤمنان پرداخته شده. در اینجا به برخی از ویژگی های بسیار مهم مؤمنان اشاره شده است. در آیه 3 می‌فرمایند مؤمنان کسانی هستند که یقیمون الصلات، نماز رو به پا می‌دارند، و یؤتون الزکات، زکات رو ادا می‌کنند، و بالآخرت هم یوقنون، اونها کسانی هستند که به آخرت و زندگی پس از مرگ یقین دارند. خب اینجا اشاره به رابطه بین خداوند متعال و بندگانش است که با صلات و با زکات، یعنی رابطه بین بندگان و لطف و شفقت اونها به همدیگر رو مورد توجه قرار میدهد و در ادامه یقین به آخرت رو مؤثر در هم امر صلات و هم در امر زکات، یعنی ارتباط با دیگران و پرداخت هایی که به صورت خیرات و مبرات به دیگران داده میشه مورد اشاره قرار گرفته و در واقع برنامه عملی و اعتقادی که جامع باشه در این آیه 3 مورد توجه قرار گرفته. خب این وصف مؤمنان بود، اما اون کسانی که در نقطه مقابل مؤمنان قرار دادن چطور؟ نقطه مقابل یکی از اون خطرناکترین حالاتشان این است. آیه 4 می‌فرمایند ان الذين لا يؤمنون بالآخره زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. اما اون کسانی که به آخرت ایمان ندارند چه اتفاقی براشون میفته؟ اعمال سوءشان را برایشان زینت میدهیم، پس در طریق زندگی حیران و سرگردان میشوند. فهم یعمهون یعنی حیران و سرگردان میشوند. که ان این اعتقاد و ایمان به آخرت یکی از اون ویژگی‌های بسیار مهمی است که برای یک زندگی ایمانی، برای نماز و برای زکات به اون ما نیاز داریم. و در مقابل عدم اعتقاد و ایمان به آخرت از جمله عوامل و منشأ خسران و خسارت و حیرت و سرگردانی کافران است که این حیرت و سرگردانی از زیبا جلوه کردن اعمال اونها ناشی می شود. خب در آیه 5 می فرمایند اون کسانی که زینت داده شد اعمالشان و حیران و سرگردان شدند چه اتفاقی در انتظارشونه؟ اولئک الذین لهم سوء العذاب، اونها کسانی هستند که عذابی بد، شدید و دردناک دارند، یعنی اونها در عذاب به سر خواهند برد. لهم سوء العذاب، براشون عذابی هست. همین الان هم عذاب هست. خب الان عذاب هست. اگر عذاب الان رو تحمل میکنن که نتیجه طبیعی افعال اونهاست، یعنی از عذاب آخرت دیگه بی نیازند و به اون عذاب دچار نمیشن. چرا؟ عذاب آخرت و خسارت در جهان آخرت نتیجه خسارت و عذابی است که انسان در این دنیا مبتلا می شود. در ادامه آیه 5 می‌فرمایند و هم فی الآخرة هم الاخسرون، اونها در آخرت زیانکارترین مردمند. اون کسانی که در این دنیا عذاب شامل حالشون شده خب نمیتونن به واسطه محدودیت هایی که تو این دنیا هست همه عذابی که مستحقش هستن دریافت کنن، اما در آخرت بالاترین و شدیدترین و دردناکترین عذاب شامل حال اونها خواهد شد و باعث خسران اونها خواهد شد. در آیه 6 خداوند متعال رو به رسول مکرم میفرمایند و میفرمایند و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، به تحقیق این قرآن از سوی شخص حکیم علیم و دانایی بر تو القا می شود و اون رو تو داری از یک شخص حکیم، یعنی وجود خداوند متعال اون از که ناشی از حکمت و علمش هست تو داری دریافت می کنی. اون کسی که علم بی پایان دارد و همه رفتار او از
حکمت ناشی شده و به همین خاطر هم این قرآن رو خداوند متعال نازل کرده است. خب بعد از این جمله و خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، ادامه آیات مربوط به سرگذشت 5 تن از انبیاء بزرگ در میان اقوام خودشون هست و وعده هایی که خداوند متعال در مورد مجازات کافران تو این آیات ذکر کرده بسیار مورد توجه هست و قابل توجه میتونه باشه. اولین پیامبر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است. اینجور شروع می‌فرمایند در آیه 7: اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا. به یاد بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی از دور دیدم. کجاست سخن؟ زمانی است که حضرت موسی دست زن و بچه و خانواده خودش رو گرفته از سرزمین مدین به سرزمین مصر در حال حرکت. شب هنگام است، سرد است و همسر او دچار وضع حمل شده و وسیله‌ای برای گرم کردن ندارند. از دور یک آتشی می‌بیند و به ایشون میگه که بگذارید من برم و از اونجا یک بخشی از اون آتش رو بیارم برای اینکه خودمون رو گرم کنیم. سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون. من به زودی خبر از آن برای شما می آورم یا شعله‌ای از آتش تا گرم شوید. یه خبری، افرادی حتما در کنار اون آتش هستند که میتونم از اونها خبر بگیرم، ما که گم شدیم ببینیم چگونه مسیر رو پیدا بکنیم. یا اگر کسی رو نیافتم یا خبری نتونستم بیارم، حداقل یک بخشی از اون آتش رو بیارم. لعلکم تصطلون، شاید شما گرم شوید. خب خانواده‌اش رو رها کرد و به سمت آتش رهسپار شد. در آیه 8 می‌فرمایند فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین. پس هنگامی که نزد آتش رسید ندایی برخاست که مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است و منزه است خداوندی که پروردگار عالمیان است. فلما جاءها، هنگامی که به سوی اون آتش رسید، نزد اون آتش رسید، نودی، ندا داده شد، انبور که من فی النار، مبارک است آن کس که در آتش است، و من حولها، و آن کسی که اطراف آتش است، و سبحان الله رب العالمین، و منزه است خداوندی که پروردگار عالمیان است. اینجا دو نظر هست که منظور از آن کسی که در آتش است و اطراف آتش است کیست. برخی از مفسران میگن منظور خود حضرت موسی است که از نزدیک شدنش به آتش که انک او در آتش است، و منظور از من حولها یعنی ملائکت اللهی که در اون اطراف هستند، اینها همه مبارک هستند. برخی دیگر از مفسران میگن ملائکه‌ای که در میان اون آتش بودند مبارکند و حضرت موسی که در کنار اون آتش است مصداق و من حولها است. به هر حال این دو نظر در این رابطه بیان شده از طرف مفسرین. در آیه 9 میفرمایند یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. باز هم ندایی برخواسته می شود که از دل اون آتش این ندا برمیاد: ای موسی، من خداوند عزیز و حکیمم. برای اینکه شک و تردید از دل موسی زائل بشه و بداند با کی دارد صحبت می کند، کی او را ندا داده است و چه اتفاقی افتاده. اینجا خداوند متعال خودش رو معرفی میکنه با دو صفتش، یکی عزیز بودن و شکست ناپذیر بودن و دیگری حکیم بودن. یعنی این اتفاقی که الان افتاده از روی حکمت است. اگر الان تو در اینجا هستی حتما حکمتی دارد که مخاطب این سخنان و این ندا قرار گرفته ای. در آیه 10 برای اینکه موسی بداند
این اتفاقی که میافتد خارج از واقعیت نیست و حقیقتی دارد، یقین پیدا بکند که چه اتفاقی میفته، خداوند متعال به او دستور میدهد و الق عصاک. خب تو مأموری بری به سمت یک شخص ظالم و جباری مثل فرعون، نیاز به یک سند و یک گواهی داری که هر کسی آن را ببیند متوجه می شود تو از طرف خداوند متعال مبعوث شده ای. برای همین دستور می دهد که عصایت را بیفکن. وقتی عصا را افکند، دید ناگهان این عصا یک مار عظیمی شد. در ادامه می فرمایند فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم یعقب. هنگامی که موسی نظر کرد به آن عصا، دید که اون عصا با سرعت همچون یک مار کوچکی به هر سو می دود و حرکت می کند. ترسید، به عقب برگشت و حتی پشت سر خودش رو هم نگاه نکرد. اینجاست که خداوند متعال مجدد به موسی ندا می دهد یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. ای موسی نترس که رسولان و پیامبران در نزد من ترس و وحشتی ندارند. یک استثنایی خداوند متعال بعد از این امر عدم خوف و ترس پیامبران در نزد خدا می‌فرمایند. در آیه 11 می‌فرمایند الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. بله، اگر کسی به خودش ظلم بکنه، الا من ظلم، کسی که ستم کند، ثم بدل حسنا بعد سوء، سپس در مقام توبه و جبران براد و بدی رو به نیکی تبدیل بکند، من غفور و رحیم هستم و توبه او رو میپذیرم و به او امنیت خاطر خواهم داد. یعنی اگر کسی در نزد خدا بترسد، بعد از او امکان دارد که به آرامش و امنیت برگردد به لطف خدا. اگر اون بدی رو به نیکی تبدیل بکند، چنین اتفاقی براش میفته. این یک معجزه بود. اما معجزه بعدی و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. خب اون یک مقداری معجزه رعب‌انگیزی بود، اما یک معجزه دلانگیز. دستت را در جیبت فرو ببر و ادخل یدک فی جیبک، دستت را در گریبانت فرو ببر. تخرج بیضاء من غیر سوء، هنگامی که او خارج می شود سفید و درخشنده است. و این سفید بودن و درخشنده بودن به شکلی است که هیچ عیبی در آن نیست. من غیر سوء هست این سفیدی و درخشندگی، یعنی ناشی از مثلا بیماری نیست، ناشی از یک اتفاق بد نیست، یک دست درخشنده زیباست که بیانگر اعجاز خداوندی است که به موسی عنایت کرده و هر چشمی رو و هر ذهن و قلب و عقلی رو خاضع میکنه و یقین میکنه که از طرف خداوند متعال مبعوث شده و فرستاده شده. اما فقط این دو معجزه نبود. خداوند متعال در همین جا ذکر می کند که برای موسی ما 9 معجزه قرار دادیم که این دو معجزه در بین آن 9 معجزه بود. در ادامه می فرمایند فی 9 آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. این دو معجزه در زمره معجزات 9 گانه است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده میشوی. چرا باید بره به سمت اون حضرت موسی؟ انهم کانوا قوما فاسقین، به خاطر اینکه آنان قومی فاسد و طغیانگرند. پس اینجا 9 معجزه داده شد که 2 معجزش به صورت تفصیلی در اینجا ذکر میشه. بقیه معجزات در دیگر سوره ها و آیات بهش اشاره ای شده. در آیه 13 میفرمایند
فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. حضرت موسی به سمت فرعونیان، قوم فرعون رفت، اونها رو به آیین حق دعوت کرد، اما هنگامی که این معجزات آشکار رو دیدن، فلما جاءتهم، هنگامی که آیات روشنی بخش ما، جاءتهم چه چیزی؟ آیاتنا مبصرة، آیات روشنی بخش به سراغ آنان آمد، قالو چه گفتند؟ هذا سحر مبین، این یک سحر آشکاری است. تهمت ها آغاز میشه، تعصب ها و لجاجت ها آغاز میشه، توجیهگری ها برای مخالفت با انبیا آغاز میشه و اینجاست که عقل و منطق و دیدن حق به کناری گذاشته میشه و اینجاست که اون مصیبت ها و مشکلات و احقاد و امراض قلبی خودش رو نشان میدهد. خب آیا اونها واقعا نفهمیدند؟ واقعا فضایی برای درک اون معجزات نداشتند؟ چرا داشتند؟ در آیه 14 خداوند متعال میفرمایند و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. معجزات رو اونها از روی ظلم و برتری جویی انکار کردند، در حالی که در دلشون یقین و اطمینان داشتند به اون معجزات که اینها از طرف خداست. و جحدوا بها یعنی انکار کردند، در حالی که واستیقنتها انفسهم، در حالی که نفسشون یقین داشت که اینها از طرف خداست. چرا جحدوا بها؟ به خاطر ظلما و علوا، به خاطر اون ظلمی که داشتن، به خاطر اون برتری جویی که داشتن، این اتفاق برای اونها رقم خورد و حاضر نشدند بپذیرند واقعیت رو و آنچه که به آن یقین دارند. خب چه سرگذشت و نتیجه‌ای به اونها رسید و دوچارش شدند؟ خیلی کنایه‌وار و اشاره‌وار خداوند متعال می‌فرمایند فانظر کیف کان عاقبة المفسدین، نگاه کن ببین سرانجام انسان‌های مفسد و تبهکار چه شد، که همه می‌دانند که بر فرعونیان چه گذشت و در نتیجه کار اونها غرق شدند و همشون نابود شدند. از آیه 15 به بعد خداوند متعال به ماجرای حضرت داوود و سلیمان اشاره میکنه. حضرت داوود و سلیمان برخلاف دیگر انبیاء الهی توانایی و این امکان رو پیدا کردند که حکومتی بر اساس احکام دینی برپا کنند و مردم رو با خودشون همراه کنند و این حکومت عظیم و نیروی حکومتی اونها بسیار گسترش یافت و خیلی مخالفت جدی از طرف قوم خودشون مواجهش نشدند. خداوند متعال در آیه 15 ماجرای حضرت داوود و سلیمان رو این گونه آغاز می کند ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، و ما به داوود و سلیمان علم قابل ملاحظه‌ای بخشیدیم. اون علما یک در حالت نکره بودن این علم خودش در معنا و فهوای خودش نشون دهنده عظمت و اون جایگاهی خاصی است که این علم داره. یک علم معمولی و عادی نیست. این علم خیلی علم مهمی است که ما به داوود و سلیمان دادیم، بسیار گسترده است که میتواند شامل بودن او رو، علم توحید و علوم مختلف رو نشون بده و حتی علوم دنیوی، علم قضاوت و علومی که برای تشکیل حکومت لازم هست، همه اینها رو میتونه شامل بشه و همچنین میتونه نشون دهنده استفاده و بهره‌ای که حضرت داوود و سلیمان برای گذراندن اون حکومت و حکومت کردن بر مردم داشتن اون رو به تصویر بکشه. خب بعد از اینکه خداوند متعال فرمود ما به اونها علم دادیم، در مقابل دریافت این علم اونها چه کردند؟ گفتند و قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنین، و آنها گفتند حمد و ستایش از آن خداوندی است که ما رو بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید. یعنی دریافت یک نعمت بایستی در مقابلش یک شکری باشد، یک حمد و سپاسی باشد و یک توجهی باشد که هر نعمتی را شکری لازم.
و در واقع حقیقت شکر و اصل شکر اینه که انسان اون نعمت رو در راه خودش استفاده کنه، برای اون هدفی که اون نعمت داده تو همون مسیر ازش استفاده کنه. خب در آیه 16 خداوند متعال میفرمایند و ورث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود شد، همه آنچه را که داوود داشت به سلیمان داده شد. و سلیمان به مردم این گونه خطاب کرد و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان گفت ای مردم به ما سخن گفتن پرندگان تعلیم داده شده. و اوتینا من کل شیء، و از همه چیز به ما داده شده است. ان هذا لهو الفضل المبین، و این یک فضیلتی آشکار است که خداوند متعال به حضرت سلیمان و حضرت داوود داد. یعنی آنچه را که اینها نیاز داشتند برای حکومت کردن در اختیارشون قرار گرفت و اونها این نعمت رو از طرف خداوند میدونستند و این نعمت رو ابراز میکردند. اگر فاما به نعمت ربک فحدث، خدا نعمتی به تو داد اون رو ابراز بکن، این رو ابرازش کردند. در آیه 17 خداوند متعال به ماجرای ملاقات حضرت سلیمان و مورچه ها اشاره میکنه. میفرماند و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند، اونقدر زیاد بودند. فهم یوزعون، باید توقف میکردند تا با هم ملحق بشن و با هم بتونن جمع بشن به خاطر گسترده بودن سربازان و جنود حضرت سلیمان. نشون میده که جنبه‌های خارق العاده حکومت سلیمان خیلی قابل توجهه و یک حکومت عادی ظاهری نبود. خب بعد از اینکه جنود سلیمان جمع شدند و حرکت کردند چه اتفاقی افتاد؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل، با این لشکر عظیم به سرزمین مورچگان رسیدند. خداوند متعال برای مورچگان هم سرزمینی قرار داده و اینجا اون سرزمین رو سرزمین اونها میدونه. چه اتفاقی افتاد؟ قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه ای از همون مورچگان هم نوعان خودش رو مورد خطاب قرار داد و گفت یا ایها النمل، ای مورچگان، ادخلوا مساکنکم، داخل لانه های خود شوید. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، تا سلیمان و لشکریانش شما رو پایمال نکنند. و هم لا یشعرون، در حالی که متوجه نیستند و نمیدونن که شما زیر دست و پای اونها هستید. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان از شنیدن این سخن تبسم کرد و خندید و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. عرضه داشت پروردگارا و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، پروردگارا راه و رسم شکر نعمتهایی رو که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام فرما. و ان اعمل صالحا ترضا، تا عمل صالحی به جا آورم که تو از آن خوشنود شوی. و سومین تقاضای سلیمان این بود و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مرا به رحمتت در زمره بندگان صالحت داخل گردان. یعنی هدف نهایی از این نعمتها انجام عمل صالح است و عمل صالح مقدمه‌ای برای جلب خوشنودی و رضای خداوند متعال است. در اینجا بحثمون رو به پایان میرسونیم و ان شاء الله ادامه بحث رو در جلسه آینده در پیش خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.